بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی محمد رسول الله. اما بعد، با درود و سلام خدمت هموطنان عزیز، بخصوص مردم تاجیک و مردم با فرهنگ تاجیکستان. امیدوار هستم که صحت و سلامت و در پناه رب العزت باشین. قبلا ما سخنان در مورد دولت تاجیکستان و شخص محترم امام علی رحمان رئیس جمهور محترم تاجیکستان داشتیم که او سخنان ما به اثر ازی بوده که اطلاعات درست و دقیق ما شناخت از مردم تاجیکستان و دولت و شخص رئیس جمهور محترمشان نداشتیم، ولی به اثر تحقیقات و اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، دولت تاجیکستان یک دولت اسلامی و مردمش مردم مسلمان و در تاریخ معاصر و گذشته از آن مردم تاجیکستان و مردم تاجیک در کل افتخاراتی در اسلام آوردن که در هیچ قوم صادقانه بگوییم که نظیر نداشتند. شما ببینید از جمله افتخارات آنها امام بخاری رحمه الله، امام ترمذی رحمه الله، امام مسلم رحمه الله، امام ابو حنیفه رحمه الله و همینطور از تاریخ مبارزات و آزادیخواهی ها و فرهنگ و تمدنشان که از شخصیت جناب رودکی و مولانا و از اسماعیل سامانی رحمه الله و همینطور افتخارات دیگر مردم تاجیک زمین داشتند که تا به این دم باعث افتخار بشریت بودند در بین سرزمین های آسیایی. یک تاریخ بی‌نظیر و تاریخ زرینی داشتند. بنان ما از آنچه که اظهاراتی که قبلا در مورد دولت تاجیکستان و شخص رئیس جمهور محترم تاجیکستان داشتیم، قلبا از مردم تاجیکستان و دولت محترمشان پوزش می‌خواهیم. مردم ما یکی هستیم و یک ملت هستیم و ما باید صاحب تمدن بسیار عالی هستند. خواهش ما از جوانانشان است که فریب حلقات مغرض، فریب گروه های جنایتکار، فریب گروه هایی که ربطی بر اسلام ندارند و مطالعه درست و دقیق از اسلام ندارند نخورید و جوانانی که فریب خوردن برگردن به خانه های خود، سر زندگی خود و آرام زیر یک حکومت اسلامی زندگی کنند. امیدوار هستم که پیام مرا سوی تفاهم برای شما نشود. کدام جبر و اکراه و کدام زور بالای ما نیست و کسی کدام فرمایشی هم بالای ما کسی دادن نمیتواند. بینان حقیقت همین است که ما حقیقت را دریافتیم و ما بر مبارزه بر دفاع از حقوق تاجیکان و مردم آزاده کشور خود ما و دفاع از امت مسلمان مبارزه اسلامی خود ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.